برادر بیا کامرا بیا برادر احتیاط نزا karış ya kutsu çıkar. Mardına içi bir esnaf girelim. Amca ya hamur koyuna bir doran roh koydu. و توحید یگانگی و دلایل قرآن مجید پروردگار جل جلاله شیخ رحمت و مغفرت کند دوام سنت را
نفس الخبر همه یکدیگر رو تبریک و تهنیت میگویم. اون طفلان کریسته شدن و در گرد اون طفلان خندیده شدن و حیده میگیرن و تبریک میگویم. لیکن انسان دوست خداوند انسان از خاک آفرید و خاطری که با خاطری که انسان هر بچه ها میشون گره قم رفتیم عاشقای خدا آرام نمیشوند مگر آن وقت که پدیدار خدا مشرف میشوند و خاطر همین این مرد برای قبلگاه ما برای عزیزا و مرد مسلمان این مرد مردن نیست شدن نیست از یک دار به دار دیگر گذشتن است و نزدیک خدا رفتن است. آینه اگر زنگ بزند دیگر خیره میبینی لیکن زنگاله شدیدی روی خود پاک تازه میبینی اون جایی که عشق و محبت الهی در اون دل و در اون جسد و در اون روی که هستی سجده که هستی او هیچگاه زنگ نخواهد زد و اون همون که از زبطی نفس غافل نباش زندگی وحشیست از زبطی نفس غافل مباش بوی آرامی دارد در قفس کافور را حیات روح که میپرسن جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یسألونک عن روح چیست قل هو من امر قل الروح من امر ربی روح امر الهی بود که با حکم خدا جای و مقامی بالا بود در جسد انسان در آمد انسان شده و بنا گرداد انسان گوشت پوست و خون گرداد انسان سجده خالقی یگانه امروز که لبای مکی در باز عبادت کن روح شدید کن دیگر این سجده کردن نمیتونه کاری که کردن نمیتونه اکنون محتاج به شما ای مردم قدم در ایک مدار جنازه حافظ دیگر که غرقی گناه است میرود و بید عاشق الهی بدن بچه ها خواهش میکنم یک کم در یقین زود کنه در دوبلا سلام خاخ را مدام داخل شو برام کی سرعت دار خاخ نگذره همون فقط باید مولا بگذارم تمام hayvan çiğ taksi. Hami bayna pırkine ki hami çatama çiğ bıraksa. Domlar asyagia, asyagia, o pişler asyagia. Ama merasa.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران أهل الإسلام، البته حیات انسان از همین عبارت است. هیچ کسی وجود ندارد که روز این حالت نیاید. و پیغمبر علیه السلام در حدیث میگوید ترکت فیکم واعظین ناطقا و صامتا، الناطق القرآن و صامت الموت. میگوید من برای شما دو پند دهنده گذاشتم، اگر شما از این دو پند دهنده پیروی کنید هرگز مغرور و در غفلت نمیمانید. یکی از این پندهنده ها میگوید ناطق است که سخن میگوید، شما را به سوی هدایت راهنمایی میکند که این قرآن است. و دیگری که شما را پند میدهد خاموش و خاموشانه پند میدهد، میگوید که این موت است، ساکت الموت. پس این که مقصود تا دیروز همه ما و شما را نصیحت میکرد و صحبت میکرد. حالا خداوند عز و جل تقدیر و روز معین کرده بدست به همین وقت و به این جمع بزرگ و این جماعت نورانی و این صلات جنازه که با شکوه و مردم زیاد، البته این اجر و پاداش زیاد دارد. پس همه ما و شما میدونیم که سالهای زیاد در خدمت مردم و برای آرامی جامعه و برای متحدی و برادری و دوستی مسلمانان و هموطنان و برای آسودگی همه ما و شما همیشه هیچ یک سخن و هیچ یک قدمش را دریغ نمیدانید. البته پیغمبر علیه السلام در حدیث هم میگوید خیرکم من طال عمره و حسن عمله. بهترین شما شخصی هستید که عمر دراز میبینید و نیکی زیاد میکنید. بهترین انسان همون انسانی هست که نیکی زیاد میکند. با عمر دراز، نیکی زیاد، نور بالای نور نزد پروردگار بسا قدر و منزلت زیاد دارد. در سن 88 ساله که اگر به حساب قمری بگیریم که حساب قمری را هم قرآن تصدیق کردگی هست که در سوره کهف میگوید که 309 در 300 سال 9 سال علاوه کردن، یعنی به حساب قمری 91 می شود. پس البته فرزندانی که تربیه کردگی هستند و شاگردانی که تربیه کردگی هستند و خدمت‌هایی که برای آرامی و برای پیشروی مادی و معنوی که زحمت کشیدند، البته خداوند عز و جل بهتر و خوبتر می‌داند و ما و شما بیاد سال زیاد دیدیم. دعا کنیم که خداوند عز و جل این مهنت‌هایش را قدر کند و برایش اجر و پاداش عظیم عطا فرماید. و همیشه کوششش بود که آرامی باشد. من بارها صحبت کرده بودم، گفت که اگر آرامی باشد تمام پیشروی ها می شود و این اخیبمانی ها و این قشاقی ها که پیغمبر علیه السلام میگوید کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب است که فقر و ناداری انسان را به کفر میبرد. پس این پیشروی ها و این ترقیات هایی که همه سال بعد از این در مدت این آرامی ها شد، البته این از برکت آرامی و از برکت چنین شخصیت هایی که در جامعه سهم گذاشتند و نصیحت کردند و نیک گفتند و نکو کردند. پس البته این همه قدر دارد و خداوند عز و جل قدر میکند و انسان باید که هرگز فراموش نکند. برادران عزیز،
البته پیغمبر علیه السلام میگوید که بالای تابوت شما زیاد صحبت نکنید. میگوید که کفا بالموت واعظا، این میت خود موعظه کننده و پند دهنده هست. اما این جماعت نورانی که در اینجا هست، من به دو نقطه دقت شما را جلب میکنم برادران عزیز. هر جایی که میبینیم، هر نارامی های را که میبینیم، از روی نزاع و نفاق عقیدوی و مذهبی به وجود آمدگی هست. عالم اسلام را ببینید که دشمنان اسلام، دشمنان اون وطن ها با واسطه عقیده و مذهب ها در بین اونها زد و خورده ها به وجود آوردند. بس هر چه که داشتند از دست دادند رفت. امروز اون برادری و آرامی را میخواهند دیگر نمی آید. نقطه دومه که پیشروی های بس و زیاده که در داخل انسان حس نمیکند، وقتی که بیرون میرود دیگران آرزو میکنند که کاش وطنی ما هم، خصوصا وقتی که من قرقیزستان رفتم، معاون مفتی گفت که الحمدلله ما خوشنود هستیم که بسا پیشروی ها در تاجیکستان زیاد شده ایستاده است. بسا این گیسا و راه ها و تونل هایی که سبب بلند برداشتن اقتصادیاتی این مملکت و وطن و عزیز، این وطن و کشور عزیز ما هست، البته باعث این گشته ایستاده است. پس هر نعمتی را شکر کنیم. اگر شکر کردیم خداوند عز و جل زیاد میکند و فریفته و مفتون به گفتگان هیچ کسی نشویم. و من دیگر زیاد نمیگویم، سفر رو راست کنید، دعا کنیم که خداوند عز و جل آمین. سفر اخیرتش را نیک و منزل دائمیش را جنت الفردوس و فرزندانش را برایش همچون صدقه جاریه و خداوند عز و جل فرزندانش را برایش همچون منبع خیر و برکت قرار بدهد. و این خدمت هایی که برای اسلام و برای قرآن و برای مسلمانان و برای کشور این مهنت هایی را که کرده بود خداوند عز و جل قدرش کند و برایش اجر و پاداش عظیم عطا فرماید. خداوند عز و جل ما و شما که از دور و نزدیک آمدیم، پیغمبر علیه السلام میگوید بمانند قرات و قرات را شرح میدهد بمانند بزرگی کوه احد. خداوند عز و جل از این اجر و پاداش نصیب و روزی بگرداند. خداوند هرگز ناکام و نزاع و نفاق و عداوت و دشمناگری را در بین ما و شما جاری نکند. خداوند همیشه محبت و اخوت و دوستی را نصیب و روزی بگرداند. خداوند همیشه کامیابی و سرفرازی این دنیا و آخرت را نصیب و روزی بگرداند. و خصوصا پروردگار عز و جل برای نزدیکان و فرزندان این حاجی و ایشان مخدوم برایشان صبر جمیل و اجر عظیم عطا فرماید. خداوند این مصیبت را در عوضش اجرها و پاداشهای بی اندازه عطا فرماید. خداوند آرامی و آبادی دائمی ما و شما را و جمله مسلمانان را نصیب و روزی بگرداند. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران اهل اسلام، البته برای هر انسان دو حق است، حق الله و حق العبد. حق الله که نماز و روزه و سایر عبادات که ما همه خوب میدانستیم و خداوند عز و جل خوبتر و بهتر میداند، همیشه با عبادت بودند، همیشه با ذکر بودند و خداوند غفور و رحیم است. و پیغمبر علیه السلام در حدیث میگوید که مؤمن یا مؤمنه را اگر 40 بنده مؤمن مرد صالح نمازگزار که جنازه اش را بخوانند، صلات جنازه عبارت از طلب رحمت و مغفرت هست، پس خداوند میآمرزد، خداوند بیامرزد. اما در زندگی اگر داد گرفت و معامله و معاشرت چیز باقی مانده باشد، همسایه داری هست، رفیق داری هست، البته اینجا وارثان و فرزندان هستند. البته با شاهد بیاید جواب میگویم. سفر را راست کنید، آموزه باشید. إنا لله وإنا إليه راجعون. برادرای عزیز
عزیز و گرامی حضرت ایشان قاضی هستند لحظات اخیری از حیات حضرت در بغل من جان الله با کلمه شهادت تسلیم کردند و چند وصیتی که به من کردند. آره این مرد جای تعجبش نیست. این مرد دروازه است که همه ما و شما از این میگذاریم. بنابراین اون وصیت هایی که کردن تکنون وقتی شما را در اینجا نمیگیرم. یکی این بود که در جنازه من یکی از برادرای عزیز جنازه من خواند. این وصیت حضرت قبلگاه بود. من باید که این وصیت به شما برادرای عزیز رسونم. خداوند همه شما را که در این مصیبتی ما آمدین تعزیه بیان کردین، خصوصا ایشانای مختوم حضرت ایشان مختوم زبیدالله پیرزاده شان و دیگر علما، حضرت ایشان مفتی، حضرت ایشان علامه استاد، خداوند خزانهای رنجه کرده شده پروردگار حسنات نوشته گرداند. همه شما را از شفاعت رسول الله نصیب گرداند. Program ne bayrak bu? çok iyi basamıyor kaka. Bugün maşina okuyup basamıyoruz. Yine marun da bomba. Her gibi. Bu da bir थोड़ा मकान के सुनने में इतनी मकान का मकान थोड़ा मकान معروف داره که تعلق اول فهمونه ولا فهمه ايش المقصود معروف ده خالص کی باز الماشي باز مرد مامو ده خبر کنم ماشي یا کسی بره که اون جان معروف نه فهمه شروع ده اه بچه‌ها ماشي ده خبر کن یا کنم میگه برو یادم نمیذاره این موتور رو میگیسن هم غلام میرفتن رحم
Mazda basıyor. Bacho am ban takdir ke. O takdir ke balan takdir ke bacho ama. Tamam bolu boşa beş dakika ne? Söyle bakın tamam bolu boşa beş dakika bolu boşa. Amna da bolu boşa beş. Bu modakiran paso modakiran. Da bolu boşa beş bolu boşa beş. Sonra tabi de sana bolu. Ayrıca bolu boşa beş çok. Mardum baniyat boşa maton hava baniyat boşa. Bu da nasile jo mikrofon buka takbire. Ho yok. Baniyat boşa. Bacha baniyat boşa ama. Nacım be. Hey baka. Hey. Hey. Hey baka. Hey. Hey baka. Hey. Hey baka.